خانومم سارا رو دوست دارم اصلا امکان پذیر نیست. من همیشه عاشقشم، همیشه دوستش دارم. چه شانسی داره. انشالله بالاخره گیر شما هم یکی بیافته. انشالله. من هم گفت نزدیک پارک، اونو نمیدونم دقیقا کجاست. داریم میاد. سلام عشقم، سورپرایز. عشقم تویی سارا جون؟ سارا جون نوکرم سارا جون. رفیق سلام، خیلی مخلصم. رضا ژاپنی هستم آقا با دوربین مخفی‌های خفن. ما چند وقتی چنلمون بسته بود، عرضم به حضورتون این حسابم هنوز بسته. حالا وارد نمیشیم، بالاخره ما با ویدئوهای جدید عرضم به حضور شما اگر اشکالی هم بود برطرف کردیم، ولی با قدرت همچنان هستیم. ما هدفمون فقط شادی شماست. یعنی خدا میدونه فقط این که شما روحیه میگیرید، میخندید، حالتون خوب میشه، حالا ما هم خوب میشه. امروز آقا یه ویدیو براتون دارم. اینم بگم سناریوش فقط جنبه فان داره. من دوستم مهدی بنده خدا خانوم شد، آرایش خانوما کرد مثل خانوما، بعد با اون ریش و اینا براش چادر گذاشتیم، روسری گذاشتیم که من میرم یه جایی میشینم به یه خانومی میگم آره عشقم داره میاد خیلی دوستش دارم، بعد یهو مهدی میاد. خیلی چیز فان آقا، این جنبه فان فقط داره و الان نه ترویج چیزیه نه هیچی. آقا مهدی هم با اون ماشاءالله قد و هیکل و ریشش خودشو خانوم کرده، روسری گذاشته، شما بخندید. همین تا آخر ببینید دیگه. بهش اجازه هست؟ بفرم. چون میگن استخون درد اینا داری، این ویتامین این آفتاب خیلی خوبه، بیادش آفتاب میزد. شما من ویتامینش اومدی؟ ما با هوا آره سر هوا. من آفتاب خیلی میان خوبه. بله. مخصوصا واسه اونایی که شکست عشقی میخورن که اصلا توصیه شده. شما شکست عشقی خوردی؟ من شکست عشقی نخوردم. البته یه نفر رو خیلی دوستش دارم. داری؟ آره الان ببخش بیادبی نباشه تو مرحله آشنایی هستیم. الان هم داره میاد اینجا. جدی؟ آره فقط این که خانواده‌اش یه خورده سخت میگیرن، میشه میگم مخالفن؟ خانواده آره مخالفت میکنن یه خورده. من نمیدونم، من آقا چیزی کم دارم، من کج و ماوجم، دومت قدم، همه چی در حد خودمونم داریم، خونه داریم، ماشین داریم. من نمیدونم چرا اینقدر سخت میگیره باباش. خیلی خوشگله خانم دختره. حالا قرار خانومم بشه دیگه. آره خب البته شما هم جای خواهر شما هم خوشگلی، ولی از شما خیلی خوشگل تره. اما خوشگل تره. ببخشید نه خواهش. تقریبا هم تیپ مثلا استایل شماست از نظر مثلا اینا، ولی از فیس میمیک صورت من فکر نمی کنم تو این منطقه، حتی تو ایران تکه ایشون این به چشم من اینجوریه. خوش با حالش، ولی الان اینجوریه ها. بعدن دیگه عشق عاشقی یادت میره، یک سال بگذره دیگه کلا فراموشت میشه. شما تجربه داشتی که داری میگی؟ خب میدونم دیگه، یادت میره عشق عاشقی و اینا همه. من انقدر آبجی که این خانومم سارا رو دوست دارم اصلا امکان پذیر نیست. یعنی من تو تخیل خودم چنین چیزی رو عرضم به حضورت نمیتونم قبول کنم که من همیشه عاشقشم، همیشه دوستش دارم. چه شانسی داره. انشالله بالاخره گیر شما هم یکی بیافته. بله واقعا که یکی اونجوری دوست داشته باشه خیلی خوبه. من دعا میکنم بعد شما هم اوکیش انشالله. حالا دارید میگید کی میاد؟ کنجکاو شدم ببینمش. اتفاقا هم یاران داشتم وایس میادم بهش تو واتساپ. ببخشید سارا جان کجایی؟ اتفاقا یه خانومی هم اینجا جای خواهری رو صندلی نشسته بود، ایشون هم دوست داره شما رو ببینه. خیلی ازت تعریف کردم، گفتم نامزدم داره میاد. کجای عشقم؟ بیا دیگه. من تو پارکم، همون لوکیشن بهت دادم، رو صندلی نشستم. یه وقت سوء تفاهم نشه، خانوم میاد جای خواهر منه، من پیش خوشم آفتاب بود. بیا عشقم زودتر بیا. جان؟ چی؟ الان داره میاد؟ آره یعنی اوکی سری میاد. خوش به سعادتش.
من دعا میکنم براتون، شما هم انشالله یه پسر خوب، یه پسری که واقعا اون عشق واقعی رو بله تجربه کنین. واقعا همینطوره. الان چی کار دارید میکنی؟ چی شد؟ نه داشتم براتون دعا میکردم، این دعای هندی من یاد گرفتم. مطمئن باشید همین امروز یه پسر خیلی خوشتیپ میاد. خدا کنه. شما هم خیلی از خدا خواسته ای. آره خدا عشق خوب دوست داره. ولی مشتاق شدم ببینم این نامزدتونو. میاد الان میاد. من الان بیشتر میگه خیلی زیباست و اینا. من الان بیشتر دلم پیش شماست. چرا دلتون پیش منه؟ نه از اون نظر نه. نه میگم دلم پیش شماست که شما هم یکی رو پیدا کنید. آها ایشالله خدا کنه پیدا شه. آخه من اگه باشه اینجور عشقای خیلی من یه رفیق دارم، یه رفیق بچه خوبیه. میخوای من با این رفیقم بچه خوبیه، طلا فروش هم هست. الان داری جوجه میکشی؟ من دوکای جوجه کشی نیستم به خدا. آخه سری نه بچه خوبی دیگه، صحبت کنیم باهاش چی میشه مگه؟ شما میخوای آشناشین، مثل من عاشق پیشه است. عاشقی رو پیشه زندگی خودش میکنه. بگم بیاد؟ نه من بیش ازم نامزدتون میاد الان. شما خیلی کنجکاو شدی اونو ببینی. آره میاد اونم الان میاد. الان وایس داد میگه نزدیک پارکم. منم گفتم نزدیک پارکم، اونو نمیدونم دقیقاً کجاست. داریم میاد. سلام عشقم، سورپرایز. عشقم تویی سارا جون؟ سارا جون نوکرتم سارا جون. من میخواستم امروز حلقه بودم. سارا جون دستت خیلی مو در آورده، نزدی؟ نه تو زدی. خواستم خانم جون میخندی. ایشون عشقتون؟ من ببخشید معرفی نکردم، این سارا جانه، بوس بده. نه بعدن حالا این چیه؟ این سارا خانوم میگفتم ایشونه. این یعنی با همین ریشو دیدی خانوم چی میخنده همش. من تازه با این خانوم خیلی داشتور ببینه. این دیگه کیه؟ چرا میزنی عشقم؟ این کیه؟ جدیدن دست سنگین شده، خیلی سنگین شده. خانوم چه خواهرم، میگم قبل اینکه بیای صحبت کردیم آشنا مشکل نره. ایشون عشقتونه؟ آره دیگه. ایشالله که من برای شما دعا میکنم یکی مثل عشقم پیدا کنی. آره بریم. عشقم من حوث بال مرغ کردم، بریم بال مرغ بخوری. همون پس به خاطر همون هورمونای زده ریش. آره بال مرغ باید بهش کمتر بدم. آره بال مرغ کمتر بهش بده، ریشو پتو اینو در بیاره. نه الان خدا وکیلی منو سر کار گذاشتی، ایسکا کردی؟ چرا؟ دوربین مخفی چیزیه؟ آفرین دوربین مخفیه دقیقاً. دوربین مخفیه واقعا؟ تو کلیپا من ندیده بودی؟ دوربینتون کجاست الان؟ جان؟ دوربینتون کجاست؟ دوربین ما اونجا نشسته بچه. من فکرم داره بازی میکنه. خب این یه جوری دست میگیره که شک نکنه دیگه. بی جلوتر. صدای پخش میدین؟ بله. یه دست تکون بده. من قول میدم یکی مثل عشقم برای شما پیدا شه. دست شما درد نکنه. نمیخوای؟